آیا در نظام بهداشت و سلامت اسلام تدابیر مؤثری برای پیشگیری و درمان بیماری‌های کلیوی وجود دارد یا خیر؟ پاسخ بر این هست که قطعاً همونطوری که برای دیگر بیماری‌ها وجود داشته، همونطوری که در اعصار مختلف در تمدن‌های اسلامی وقتی که نظام بهداشت و سلامت اسلام پیاده می‌شده ما شاهد بودیم که اطباء خارجی که وارد امت اسلامی می‌شدن از نبود بیماری تعجب می‌کردند. مثل روایت معروف طبیب مصری که اعتراض میاد پیش پیامبر چرا شما بیمار ندارید، چرا بیمار پیش ما نمیاد؟ مثل ژان شاردن فرانسوی که در عصر صفویه تو سفرنامه‌اش نوشته اینقدری که اینجا طبیب هست بیمار نیست. لذا ما یک پیشنهادی که به انجمن‌های خیریه حمایت از بیماران دیالیزی می‌خوایم بدیم و در سطح کلان به نظام بهداشت و سلامت کشور این هست که مباحث پیشگیری طب اسلامی رو پیگیری بکنند، مخصوصا حالا در بحث ما بیماری‌های کلیوی. یعنی خود سازمان بهداشت جهانی هم سالهاست اعلام کرده که کشورها به طب بومی خودشون برگردن. بیماری‌های کلیوی فقط در بحث بیماران دیالیزی نیست. وقتی که کلیه ضعیف بشه تجمع رطوبت در بدن رخ میده و بیماری‌های ناشی از رطوبت و غلبه بلغم بروز میکنه. سردی، بیحالی، خستگی، ضعف حافظه. بعد نتیجهش این میشه که میگن راندمان کاری در ادارات ما 20 دقیقه هست. بیماری‌های امتلاعی ایجاد میکنه، یعنی ناشی از تجمع فضولات در بدن، چون یکی از اعضای بسیار مهم در به اصطلاح سیستم فاضلاب بدن ما کلیه هست. در روایات ما یکی از مباحثی که بسیار نهی شده حبس ادراره. ما توی نظام شهرسازیمون توی مساجدمون یه مشکلی که الان در سطح شهر مواجه هستیم، نگاه می‌کنی به اندازه کافی یا سرویس‌های بهداشتی وجود ندارد که خود میتونه مؤثر باشه، در اثر قطعی داره در کاهش بیماری‌های کلیوی، یا تعطیل بسته است. یکی بحث دیگه اسراف در نوشیدن آب هست. اصلا اکثر کسانی که علائم اولیه بیماری‌های کلیوی دارن، مثل آتش داره، تکرر ادرار داره یا بچه از شب ادراری داره، نگاه می‌کنیم اینها آتش دارن و آب زیاد می‌خورن. لذا روایت ما می‌فرماید که لا تکثر من شرب الماء فانه ماده لكل داء. لذا داریم توی تدابیر گرم کردن کلیه که زمستان گردو استفاده بکنین اما تابستون استفاده نکنین، حرارتشون میره بالا، آتش ایجاد میشه، دوباره آب زیاد، دوباره بیماری‌های کلیوی افزایش پیدا می‌کنه. پس بنابراین در نظام بهداشت و سلامت اسلام فصول، زمانها، مکانها، اقلیم در توصیه‌ها دیده می‌شود و مهمه. اولین اجلاسیه مشترک جریان‌های تمدنی